در ولایت سوخت با استفاده از باد و هوا، دسترسی به آب و زمین و تجربه کشتی بهاری علل خصوص پنبه‌دانه ادامه دارد. کشاورزان تلاش بر آن دارند تا در مهلت‌های اپتیمالی کشتی پخته را سری وقت و با صفت انجام دهند. با این مقصد در تمام جماعت و دهات شهر کانیبادام کارهای صحرایی بامرام جریان داشته پنبه‌دانه کشت کرده می شود. سال روان طبق استرکتوری تصدیق گردیده باید در میدان 7878 گکتار کشتی بهاری گذرانیده شود که از این 5690 گکتارش را کشتی پخته تشکیل می دهد. تا به سنه 25 اپریل در حدود جماعت و دهات و خواجگی‌های خرد و بزرگ شهر در میدان زیاد از 4000 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذرانیده شده است. خواجگیداران با استفاده از امکانیت‌های فراهم آورده دولت و حکومت تلاش بر آن دارند تا سهم خود را در اجرای نقشه و تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت گذاشته باشند. در خواجگی به نام دهقان‌بای ایسایف 126 گکتار زمین کارم موجود است. ما این سال نیت داریم که در 100 گکتار پخته کشت نماییم. از سنه 6 اپریل کشتی پخته را آغاز کرده بودیم. در حساب میانه در یک روز 6-7 گکتار پخته کش کرده ایستادیم که زیاده از 60 گکتار امروز پخته کش نمودیم. کشاورزان شهری کانیبادام همه ساله در برابر زراعت غله‌دانگی، سبزوات و پلیزی مساحت کشتی پخته را زیاد می‌نمایند و در نتیجه رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی از جمله کارکرد همه‌جانبه زمین، طریق تکنیکی و مکانیزمی ضروری، سری وقت تامین نمودن این نوع زراعت با آب و غذا و اجرای دیگر تدبیرهای مهم حاصل دلخواه به دست می‌آورند. در شهر کانیبادام برای در مهلت معین شده به آخر رسانیدن کشتی پنبه‌دانه ستاد تشکیل گردیده مسئولین و متخصصان و عالمان ساحه کشاورزی وابسته به تکنولوژی کشت و پرورش این زراعت تکنیکی به دهقانان مصلحت‌های مفید می‌دهند. در شهر کانیبادام همه ساله میدان کشت و پرورش زراعت و حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد کرده می‌شود. حالا در خواجگی‌های کشاورزی کارهای مربوط به کشت و پرورش زراعت بهاری بامرام ادامه داشته دهقانان زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده میبرند، زیرا آنها خوب درک کردند که زمین منبع اساسی تامین اهل عائله و فراوانی بازار با مواد غذایی به حساب می رود. پخته اشیاء خام صنعتی به شمار رفته زیاد نمودن میدان کشت و گرفتن حاصل فراوان باعث فعالیت کارگاه‌های کارکرد و استحصالی و تامین شهروندان با جای دائمی کاری میگردد. همزمان با جلب تکنیک‌های معاصر، دستگیری دولت و حکومت و هم آوازی و متحدی ساکنان کانال و جویبار و زهبورها تازه کرده می شود. چنانچه در جماعت دهات فیروزآباد طریق حشر زهبور بین خواجگی ها به پورگی تازه کرده شد که این باعث بهگشتن حالت ملیارتیوی زمین های کارا می گردد. در جماعت دهات فیروزآباد حدود بریگاده 18 سابق کلخوز ایران قریب به 3 کیلومتر کانال های آبپرتو تازه کرده شده به استفاده باز به سال جاری آماده کرده شده است. برای پس رفتن شورناکی زمین ها تامینات با آب پلیزی به دیگر منطقه های پخته کش کننده کنیت می‌دهد. در جماعت ما موافق دورنما 1450 گکتار زمین برای پخته آماده کرده شده. حالا باشد زیاد از 900 گکتار پخته کش کرده شد. تا امروز کشاورزان شهر کانیبادام در مساحت 860 گکتار غله بهاری، 127 گکتار کارتوشکا، بیشتر از 60 گکتار سبزوات و نزدیکی 300 گکتار پلیزی کشت نمودند و عزم دارند که با استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین، جاری نمودن راه و اصولهای نوی پرورش، حاصلناکی تمام نمود زراعت را بلند و حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد کرده شود.